سامانه پرس تیجی با استثنات به یک شاهد حادثه خبر داد که روز 12 مای سال 2022 یک جوان در محله ودنساز در شمال شهر دوشنبه هنگام گریختنش از ابله در داخل ترانسفورماتور جان داده است. کارمندان حفظ حقوق در محله معروف به ودنساز شهر دوشنبه هنگام ابله باعث مرگ یک جوان شدند. می نویسد این نشریه. بنا به اطلاع پرس تیجی این جوان در پیگرد کارمندان حفظ حقوق قرار گرفته هنگام فرار به داخل یک ترانسفورماتور که درش به دلیل‌های نامعلوم باز بوده است در آمده خواست است آنجا پنهان شود، ولی شدت برق نابودش کرده است. خواننده پرس تیجی گفته است این حادثه را مردم مشاهده کردند. برای معلوم نمودن اصل واقعه نشریه به سخنگوی شرکت برق تاجیک ناظرجان یارگوری مراجعت کرده است، ولی او از قضیه اظهار بیخبری کرد. سامانه پرس تیجی به مقامات ناحیه اسماعیل سامانی که محله ودنساز در حدود این ناحیه داخل می شود تماس گرفته است. دلاور برادزاده رهبر دستگاه رئیس ناحیه اسماعیل سامانی مرگ یک نفر را در داخل ترانسفورماتور تصدیق کرد، ولی قربانی ابله شدن او را رد کرده است. برادزاده حادثه را چنین شرح داده است: حادثه نصف روزی 12 مای در کوچه گگارین نزد بازار ورزاب رخ داد. مرد تقریبا 35 ساله که موافق معلومات به ما رسیده او بومژ است و از بی احتیاطی وارد ترانسفورماتور شده فوتیده است. حالا شخصیت وی را معلوم کرده ایستاده‌ایم. اما می نویسد پرس تیجی یک سوال دیگر مطرح این است که چرا این ترانسفورماتور درش باز است و جان آدمان را زیر خطر میگذارد؟